درود مجدد خدمت شما عزیزان. کامران قاسمپور رو داریم روی تشک در وزن 86 کیلوگرم برای برنز می جنگه. هرچی باشه مدال جهانی دیگه. غذا خورده بعدم پر دیگه، لازم نیست به فکر این باشه که فردایی هم هست و فردایی هم وزنکشیه، بایستی وزنم رو در طول مسابقه پایین نگه دارم. ببینیم چه میکنه در مقابل این کشتیگیر هندی دهیا. معمولا هندی ها خوش نفسن و کشتیگیرایی هن که میتونن اذیتت کنن. کامران قاسمپور دیروز کشتی رو واگذار کرد، حالا اومده اینجا، حالا از این ور زیر رو نشون میده و یک امتیاز همون اول یه دونه میگیره کامران. یکی دو بار چپ رو نشون داد و یه دستو اونور طرف راست حمله کرد. شگرد زیبای کامران قاسمپور حالا بازم داره با سرعت بالاش کار میکنه. هر حرکت کامران قاسمپور همش انفجاریه. یک امتیاز کامران قاسمپور جلوه در این دوره از مسابقات قهرمانی جهان. بعدش ما فینال این وزن داریم رو همین تشک. والنسیای آمریکایی میاد. خب یه زیر قشنگ از بغل میگیره میاره بالا، کارو مال خودش میکنه. حالا دوتا اینجا دیگه میگیره. یک باراندازم اینجا چه قوسی داد. دوتا اینجا، یه باراندازی که سعی میکنه به اجرا بذاره، کمی عجله کرد. 5-0 جلوه. 4 دقیقه و 29 ثانیه مونده. این دوره از مسابقات قهرمانی جهان تا اینجای کار ما یه نقره گرفتیم. حالا ببینیم آیا اینم تبدیل به برنز میشه، بعدش هم ساره میاد در فینال. خب قاسمپور یه لحظه فقط نشون داد، یه دستی به پا زد، فقط یه لحظه از سمت چپ حمله کرد. کامران قاسمپوری که من شخصا خیلی دوست داشتم اگه امروز با والنسیا میگرفت، روزی که بعدم پر دیگه به فکر وزنکشیش. میدونید که شما وقتی روز اول مسابقه میدی در طول روز به فکر این بحثی باشی زیاد چیزی نخورید، چون دوباره وزنکشیه برای روز بعد. اما الان دیگه روز آخره. داور میگه ضربه نزن به صورت. کامران هم قبول کرد. شات کلاگ رو کشتیگیر هندیه. واقعا سرعت کامران قاسمپور زیرگیری‌ها سرعتش بالاست. والنسیا جلوش وای نساد دیروز که کامران تایمینگش رو درست انجام بده. انقدر حرکت کرد، جا به جا شد، کامران ما نمیتونست پیداش کنه. خب 3 دقیقه و 10 ثانیه به اتمام این مبارزه. کم کم به مرز 3 دقیقه داریم میرسیم. خب 30 ثانیه استراحت. 6-0 کامران قاسمپور جلوه. شما حجم عضله کمر و پشت کامران رو ببینید. بدنش دیروز حتی خشکتر از امروز بود. دیروز حتی یه کاملا مشخصه خشکتر هم بود.
امروز بدنش کمی پر کرده. 6-0 جلوی کامران قاسمپور در رده‌بندی این دوره از مسابقات قهرمانی جهان. کشتیگیر هندی دایا تا الان نتونسته کاری کنه. کامران یه لحظه دوباره پای راست رو نشون داد، شاید هم نقشه چپ رو داره. حالا اومد پا رو باز میاره بالا، دست رو قفل میکنه. بله دوتا هم اینجا. 8-0 یه بارانداز بزنه. بله گود نایت. 10-0 کشتی رو میبره کامران قاسمپور و تبریک میگیم، برنز میگیره کامران. این دوره از مسابقات قهرمانی جهان. اصلا رحم نکرد کشتیگیر هندی. 10-0 این کشتی رو برد کامران. واقعا زیبا که کشتی میگیره، واقعا زیبا میگیره. ای کاش ما رو در فینال داشتیم، اما خب اینجور نشد. تماشاگرها همه دوستش دارن، خارجی هم عاشق دیدن کشتیشن. اینو بدونی، خارجی هم عاشق دیدن کشتیشن. خب تا کامران پله رو نره پایین، خانم داور اجازه نداره تشک رو ترک کنه. 10-0 کامران این کشتی رو برد. به زودی ما رو همین تشک فینال رو داریم. بنده در خدمت شما با فینال خواهم بود. فعلا با اجازه تا چند دقیقه دیگه.